سلام، من محمد رهبر هستم. اسم این برنامه به همین سادگیه. قرار هست اینجا به همین سادگی درباره سیاست، اجتماعیات، هنر و زندگی صحبت بکنیم. امروز من یه مهمان خاص دارم که یک تجربه ناب داره از جنگ خونریز اوکراین. به عنوان یک ایرانی در ارتش اوکراین رفته و اونجا 4.5 ماه رو سر کرده. جناب کوروش صحتی زندگیش از سال 78 تو کوی دانشگاه دچار دگرگونی شده. مثل همه ما جمهوری اسلامی تونستی به هر حال زندگی او رو تغییر بده. کوروش صحتی اینجا با من هستش. یه 4-5 ماه پیش که داشت میرفت اوکراین با من حرف زد. من خب نمیدونستم چی بگم نره، چون ممکن بود شهید برگرده، ولی خب زنده برگشت، جانبازم نشده، الان اینجا نشسته. کوروش وقتی داشتی میرفتی پشت سر خیلی حرفا بود. همه گفتن یکم کوروش مشکل پیدا کرده، تاب برداشته و خودشو در یه مهلکه انداخته که معلوم نیست در بیاد یا نیاد. حتی یک سری بچه‌ها اومدن به هوش مصنوعی هم گفتن یه بابایی اومده ایرانی که اوکراینیا الان باش مشکل دارن، یکی از طرفین جنگه و رفته اوکراین بجنگه. هوش مصنوعی گفت این بنده خدا یکم. حالا نظر خودت چیه؟ میتونی فوش بدی به اونها، من هیچ مشکلی نداره. خب اول سلام میگم به تو و همه بیننده های این برنامه. خب هوش مصنوعی یه جوری جوابای مختلف میتونه بده، میتونه یه سوال دیگه بکنه یه جور دیگه جواب بده، ولی دربارش میگی؟ آره در مورد، ولی خب اونایی که منو از قبل میشناختن به سال 78 اشاره کردی، دوستایی که از قبل منو میشناختن کسی تعجب نکرد، چون میدونستن تو شخصیت من این هستش که مقابل ظلم و ستم ساکت نمیتونم بشینم و جایی که احساس کنم میتونم کاری بکنم میرم یه کاری انجام میدم. حالا درست الان این مقدار سن من بالاتر رفته و اینها ولی به هر حال دیدم که میتونم اونجا مفید واقع بشم و خب دلایل مختلفی هم داشت که رفتم. خب هم همسرم اوکراینی هست، 2 تا بچه داریم اوکراینی ایرانی هستند. یعنی یه جورایی اونجا سرزمین دیگه ای تو بوده، یعنی علاوه بر ایران تو به واسطه همسرت و مهری که به او داری یک سرزمین دیگه ای پیدا کردی. فقط اینم بگم که امثال شما و اونهایی که هنوز یه آرمانهایی در ذهنشون هست و برای اون آرمانها حاضرن بجنگن، نسلشون داره منقرض میشه. راستشو بخوای یک زمانی مثلا یه آمریکایی همون اومده بود در مشروطه و در تبریز با مستبدین می‌جنگید، یعنی یه آرمان جهانی داشته. خیلی دیگه ای که چپ بودن تو دوره چگوارا در کشورهای مختلف می‌جنگیدن. خب دیگه اینطوری نیست، باید به دیگران هم حق داد. دنیا خیلی عوض شده و جنگ هم خیلی عوض شده. برای من بگو، شما رفتی اونجا به عنوان یه ایرانی که در اوکراین اصلا دیگه الان ما خوشرام نیستیم، چه برخوردایی با تو کردن؟ ببین خب من اول که رفتم به لژیون بین المللی ارتش اوکراین، اونجا در بیسی که بودم خب اکثر سربازا از کشورهای مختلف بودن، کارهای اداریمون انجام شد. خب من پاسپورتم آمریکایی هست، ولی خب اونجا هر کی میپرسید میگفتم ایرانیم، ولی خب پاسپورتم آمریکایی بود. برخورد مستقیم بعدی صورت نگرفت از طرف اونایی که ما رو در واقع داشتن میگرفتن، ولی خب آدم احساس میکرد به خاطر اینکه تو پاسپورت آمریکایی هم نوشته شده محل تولد کجاست، یه هم حالت تعجب یا یه حس این دارن که خب این چطور شده که اومده اینجا، حتی با اینکه میدونستن همسرم اوکراینی و اینها و جزء مخالفای جمهوری اسلامی هستم. ولی خب از لحاظ قانونی هم اون بک‌گراند چکی که اونجا صورت میگرفت برای بقیه مثلا خیلی ساده تر بود، برای من طولانی تر شد و من به دلایل نظامی و اطلاعات نظامی نمیتونم همه جزئیاتش رو بگم، ولی خب بک‌گراند چک من خیلی طولانی تر از اون یعنی شهروندای شک کشورهای کرده دیگه شد. بودن که نکنه جمهوری اسلامی یه نفر داره بفرسته پشت جبهه اوکراین به هر ببینه. حال این هست، به هر حال الان روسیه که خودش اونجا یه عالمه جاسوس داره تو اوکراین، هم جاسوس فیزیکی دارن میان تو خطوط، هم از لحاظ سایبری و اینا. خب ایران هم میتونه همچین کاری بکنه، ولی خب برایشون عجیب بود دیگه، یعنی یه مقدار
تعجب میکردن. ولی خب پیام‌هایی که من دادم تو صفحه‌م و چند تا گفتگویی که کردم، پیاممو که شنیدن، خب بالاخره یه مقدار چیز سر شد جو. من اینو بهت بگم که شاید خیلی بگن آقا مثلا اوکراین چه ربطی به ما داره. بدبختی اینه که ربط داره. ما الان یه وضعی پیدا کردیم که تقریبا هر جنگی در دنیا میشه یه ربطی به ما داره. می‌بینی که در غزه چه اتفاقی افتاد و گریبان ما رو گرفت این جنگ غزه. از اون طرف توی اوکراین هم این جمهوری اسلامی با پشتیبانی که از روسیه کرد واقعا ایران رو به یه هچلی انداخت که حالا هم در نمیاد. الان کل اروپا واقعا مترصد این هستن که یک ضرب شستی به ایران و نه جمهوری اسلامی نشان بدهند و منافع ما رو کلا منقطع کنن. یه اتفاق جالبی که افتاده اینه که جمهوری اسلامی هیچ چیز جواب نداد الا همین پهپادا. یعنی پهپادهای شاهد 136 و اینها تونست سرنوشت این جنگ رو تغییر بده. خیلی عجیبه ها. یعنی به خاطر اینکه پهپادهای ارزونی بودن میشد 500 تاشو یک باره روانه کیف و جاهای دیگه ای کرد، روس‌ها دیگه از موشک‌های خودشون استفاده نمی‌کردن. موشک‌ها هم همه تو انبار میمون برای مقاصد بهتر و این پهپادها کار اونها رو انجام میداد. ضد هوایی‌ها رو هم میتونست دور بزنه یا اصلا انقدر تراکم زیاد بشه که اینه که این پهپادها کار دست اوکراین رو غرب داد. و جالب اینجاست که تنها چیزی بود که تو جمهوری اسلامی خوب عمل میکرد از شانس ما. میخواستم اینو برای من صحبت بکنید در مورد این که نگاه این مردمان کیف، مردمان اوکراین به ما ایرانی هایی که پهپاد ما داشت بالا سرشون میرفت چطور بود. یعنی حالا شب گرفته خوابیده، دفعه این صدای موتور بهش میگن موتورسیکلت آسمان دیگه، صدای موتورسیکلت میاد و بعد اولین فوشی که میدادن لابد به هر چی ایران و ایرانی بود. خب این نکته که گفتی، اصلا اونجا شاهد اصلا به نام خود شاهد شناخته میشه. یعنی نمیگن پهپاد اومد، چون انقدر بیشتر پهپادایی که میاد رو سرشون، حالا جدا از FPV که حالا بعدا بهش میپردازیم که یه نوع دیگه یه پهپاد هست، این پهپادایی که روسیه میفرسته اصلا به نام همون شاهد میگن. یعنی هم تو رسانه ها هم زلنسکی نمیگن درون یا پهپاد، میگن مثلا 30 تا شاهد اومد رو سر. یعنی اینقدر این کلمه خودش اونجا جا باز کرده. خود روسا یه اسم دیگه ای روش گذاشتن. اونا گذاشتن گران 2. آره ولی اونا نمیگن. ولی خب همون شاهده و اونا گرفتن یه مقدار تغییرش دادن، ولی تکنولوژیش همونه. خب همین که گفتی، افراد عادی خب میبینن که یه کشوری کیلومترها و ازشون فاصله داره، اومده با دشمنشون همکاری میکنه بدون هیچ دلیلی. البته خب ما قبل این هم یک اثر منفی رو اونجا گذاشتیم، اون موشک سپاه که هواپیمای اوکراینی رو زد چند سال قبل از این جنگ، اونجا هم فضا رو عوض کرده بود. ولی خب ما دو تا کشوری بودیم که اصلا سابقه منفی و تنش‌زایی نداشتیم. حتی ایران یکی از کشورهایی بود که اولین بار استقلال اوکراین رو جزو اولین کشورهایی بود که به رسمیت شناخت. و متاسفانه تو همین چند سال باعث شد که این جو عوض بشه. ولی خب این نکته‌ای که گفتی به هر حال شاید تو مردم عادی دیده بشه، ولی اونایی که یک مقدار بیشتر دنبال میکنن مسائل رو میدونن که ملت ایران با حکومت ایران چه مقدار مخالفن، اعتراضات رو دنبال کردن. تمام این کشته شده های اعتراضات ضد حکومتی رو اینها رو میدونن. یعنی روزنامه‌نگاراشون، آدمای تحصیل کردهشون در جریان هستن که مردم ایران هم کامل طرفدار حکومت نیستن، فقط یک اقلیتی هستن که طرفدار حکومت هستن. یه مسئله هم هست. ما قبل از اینکه این اتفاقات بیفته، قبل از اینکه اون هواپیمای اوکراینی رو سپاه ساقط بکنه، حدود 3500 نفر دانشجوی ایرانی در اوکراین درس میخوندن توی رشته‌های پزشکی، بیشتر توی رشته‌های فنی، و اینا یه تبادل فرهنگی میکردن دیگه. یعنی اینطور نبودی که برن توی اتاقاشون در نیان. با اوکراینیا بالاخره بگو و مگو داشتن، حتی ممکن ازدواج کرده باشن، دوست اوکراینی داشته باشن. تمام اونها به نظر میرسه که برباد رفت با این جنگ. یعنی اینکه گفتی به من که دیگه الان به دانشجوهای ایرانی که تو اوکراین بودن دیگه خدماتی هم دیگه نمیدن. اولا که خیلی از اونها اومدن بیرون الان از خاک اوکراین، دیگه خیلی معدود انگشت شمار ایرانی موندن. و به طور غیر رسمی هم این هست که کلا خدمات داده نمیشه به ایرانی‌ها. مثلا چند وقت پیش یکی از
دوستامون بود که میخواست ریز نمراتش رو از دانشگاه اوکراین بگیره، دانشگاه بهش نداده بود و کارهای دیگه، کارهای کنسولی و اینها، به هر حال تبعاتش دامنگیر این آدما هم شده که به قول تو سالها اونجا زندگی کرده بودن، عادت کردن و تصویر منفی هم از ایرانیا وجود نداشته. ولی خب کارهایی که حکومت میکنه باعث شده که اینا هم چوبشو بخورن. تو خودت یه عذاب وجدانی هم داشتی بلند شدی رفتی اوکراین؟ آره. من همون موقع هم اشاره کردم، جدا از اینکه حالا اوکراین کشور دوممه، یه حس و علاقه‌ای بهش دارم، هم توی یک مبارزه جهانی میدیدمش، یه باشگاه دیکتاتورها و اشغالگرا گفتم در مقابل جهان آزاد، در مقابل دموکراسی، و در عین حال هدفم این بود که پیام آشکارتری بفرستم که ایرانی‌ها رو فقط با پهپادهای شاهد قضاوت نکنن اوکراینی‌ها. خب بالاخره حالا من از لحاظ نظامی نمیگم یک نیروی کارکشته نظامی بودم، اما بیشتر پیام سیاسی که پیوستن هم میتونست منتقل بکنه مد نظرم بود. خب حالا رسانه‌های اونجا هم بعضیاشون پرداختن به اینکه یک ایرانی اومده اینجا که اون تصویر منفی رو عوض بکنه، ولی خب همونطور که گفتم بخش عمده ای از رسانه‌ها و روشنفکرها اونا میدونن که مردم ایران فقط همین پهپادها و جمهوری رسانه‌های اسلامی ایرانی که بهش نپرداختن، فقط خود اوکراینی‌ها و اینها بودن. ما هیچ که با تماس نگرفت با حرف بزنه اونجا یه تصویری بگیره. رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور بعضیشون بودن، اما بیشتر رسانه‌های خود اوکراین و کشورهای دیگه بودن. براشون جالب بود به هر حال که یک ایرانی بیاد اونجا. ولی خب خود ایرانیا جالبه که خود ایرانیا طرفدارای حکومت مرتب میومدن زیر پستای من تو اینستاگرام و توییتر فحش و بدبیرا میدادن و میگفتن اگه جرأت داری چرا سوریه نرفتی، غزه نرفتی، بیا ایران. از این حرفا. یه سری هم که مخالفان سیاسیمون بودن به خاطر دیدگاه سیاسیم که حالا باشون مخالفم، می اومدن اونجا فحش میدادن و اینا، میگفتن تا آتش بس شده چرا رفتی. و در صورتی که من اون موقعی که رفتم هنوز هم داریم صحبت میکنیم همچنان داره هر روز کشته میده این جنگ و جنگ ادامه داره. به هر حال یعنی هر کسی از ظن خودش اومده بود اونجا میخواست از این فضا یک استفاده بکنه، یه حمله هم به من بکنه. من و تو یه جورایی همسن و سالیم. دهه 60 دهه جنگ، اون سالهای جنگ رو خاطرمون هست. 8 سال ما با عراقی ها داشتیم میجنگیدیم، بقیه دنیا داشتن زندگیشون رو میکردن. یعنی اصلا کشته میدادن، نمیدونم بمب شیمیایی زده میشد، حملات هوایی به شهرهای ایران یا عراق انجام میشد. بقیه دنیا زیاد همچین کاری نداشتن به این کارا، به غیر از آخرش که حالا جنگ نفتکش ها شد و اینها. توی اوکراین هم همین اتفاق افتاده. چند سال هستی جنگ بسیار خونین، یکی از خونین ترین جنگ ها بعد از جنگ جهانی دوم اونجا در گرفته. این آماری که ترامپ داده بود که هفته 7000 نفر کشته میشن از دو طرف و الان صدها هزار نفر از دو طرف قصه کشته شدن. محیطی که شما توی کیف دیدی چطوری بود؟ ما 40 خورده میلیون بیشتر اینها جمعیت ندارند. خب تعداد مردها هم یه حدی است که تا به الان همشون رو باید ببرن جبهه و اینها. اون چیزی که تو کیف میدیدی چه شکلی بود؟ حتی کیف که میگی، من چند روز بیشتر کیف نبودم، چند شهرهای دیگه بودم که بخشایش نزدیک چیز بود، خطوط مقدم و نزدیکتر به مرز و اینها. ولی کلا احساس میکردی که کاملا کشور در شرایط جنگی، یعنی جدا از حالا سربازای زیادی که تو خیابون میدیدی، خیلی هاشون پاشون و دستشون رو از دست داده بودن. یعنی همینطور شما توی خیابون آدم‌هایی می‌بینید که معلول شدن از جنگ. آره معلول شدن، چون اینا خب اینا دارن چیکار میکنن تو اون خیابونا راه میرن؟ خب خیلی هاشون می اومدن برای درمان، برای مرخصی، یا اونایی که مجروح میشن و از خط مقدم میفرستن عقب تو کارهای مثلا پشت جبهه کار کنن، کارهای اداری دفتری بتونن اونجا کار بکنن. ولی خب اصلا فضای جنگی و نظامی بود دیگه. حالا یعنی مثلا بیلبوردهای شهر رو که شهرهای مختلف رو نگاه میکردی اکثرا برای این بود که بپیوندید به مثلا یگانهای مختلف ارتش، یگانهای پهپادی، همه اینطوری بود ترغیب میکرد که مردم بپیوندن. بعد حالا تو موبایلت مرتب تکست مسیج میگرفتی که بیایید مثلا تو این چیز
یگان ثبت نام کنید. جوونم باشی میبرنت دیگه، همون خیابون ورت میدارن برن جبهه. آره. ببین 18 تا 60 ساله ها که ممنوع الخروجن مردا، مگر شرایط خاصی مثلا چند تا بچه داشته باشن یا مریض باشن یا کارهای دیگه داشته باشن، ولی کلا سن بسیج عمومی 25 ساله، یعنی 18 تا 25 ساله ها رو فعلا نمیبرن، خودشون داوطلب ممکنه برن، ولی از 25 به بالا تا 60 اگر این شرایطی که گفتم مریضی و چند تا بچه داشتن و این کارو نداشته باشی یا یه کار مهمی مثلا پزشک باشی، تکنیسیان جایی نباشی، تو خیابون خب این کارهای ماشین‌های پشت جبهه سربازگیری رو که هستن. انجام میده. اگه همه مردا رو میفرستن خط مقدم، این کارهای پشت جبهه رو، کارهای چه میدونم خدمات عمومی، اینها رو خب کیا به هر انجام حال نقش زنا خیلی زیاده اونجا، حتی تو خود جبهه هم یگانهایشون هستن که دخترها رفتن، زنا اصلا رفتن. زنا رو فرستادن به خط مقدم؟ آره هستن، خیلی زیادن. ولی خب پشت جبهه خیلی از این کارا رو الان، کارهایی که قبلا مردم میکردن رو زنا میکنن. و گفتم یه سری شغلای حساس مثلا پزشکا، بیمارستانا یا جای مراکز سیاسی، خب اینا تو رو هم یه باری گرفتن توی خیابونای کیف مثل این کاره؟ منو 3-4 دفعه نگه داشتن. خب من اولا که خب چون من پاسپورت خارجی دارم، کلا این قانون برای فقط شهروندای اوکراینه، ولی خب چون لباس نظامی داشتم تنم، خب نگاه میکردن یه چیزی اینه دژبان ایران که نگاه میکردن کجایی و اینا دیگه. اولا من برایشون توضیح میدادم که من اینجا اومدم ثبت نام فلان کردم اینا. بعد دیگه دفعه دیگه فهمیدم تا بیام اینا رو بگم بهتره که از همون اول پاسپورت چیزو آها، نشون بدم پاسپورت که خارجی بفهمن نشون. که آره. این آدمایی که از خارج اوکراین میرن جبهه اونجا جنگ میکنن، به نوعی مزدورهای جنگ محسوب میشن، اونا چطوری هن؟ از کلمبیا و جاهای دیگه خودت من میگفتی حالا که. من میگم داوطلب بیشتر موضوع یه آره حالت راست چیز میگی، داره. راست میگی. همون داوطلب که تو میگی. آره. اینا چه امکاناتی بهشون داده که جونشون رو کف دست میگیرن میرن خط مقدم؟ البته یه نمونه دیگه هم ما در مورد افغانستانی ها داشتیم دیگه. جمهوری اسلامی یک پولی به این بندگان خدا میداد و میرفتن توی جبهه‌های سوریه، گردانهای فاطمیون و اینها. الان در اوکراین البته بیشتر برای دفاع از وطنه، نه به خاطر اینکه برن نیابتی بجنگن. اینها چگونه میان؟ باشون برخورد داشتی؟ چه جور آدمایی هستن؟ خب آره، تو پایگاه لژیون بین‌المللی که اول بودم روزهای نخست، خب اونجا می اومدن 80% از کشورهای آمریکای جنوبی بودن، مثلا کلمبیا خیلی بودن، برزیل. اینا تو خاک تو کشورهای خودشون مثلا بیشترشون نیروهای پلیس و ارتشی سابق و اینا بودن، یعنی بدنهای آماده‌ای داشتن، نظامی‌های ورزیده‌ای بودن، بیشتر به دلایل مالی اومده بودن. یه 4-5 هزار دلاری ماهانه بهشون اگه میدادن. خط مقدم برن، آره لولی داره، چند خط هستش تا خط مقدم تغییر میکنه قیمت پرداختی به سربازا، ولی خب اینا بیشتر دنبال این بودن خط مقدم برن. و خب اون حقوقی که اونجا میگرفتن مثلا چندین برابر حقوقی بود که در کلمبیا یا و برزیل کشته میگرفتن. میشدن چی؟ یه قانونی هستش که 400,000، حدود 400,000 دلار به کسی که کشته بشه غرامت داده میشه، به شرطی که جسدش پیدا بشه. اگه مفقود الحال باشه نه، به خانواده کشته شده ها میدن. حالا اینا اینجوری، ولی خب حالا این نکته هم بگم که سوء تعبیر نشه که اینها فقط به خاطر پول اومده بودن، به خاطر اینکه همین پیشنهاد رو روس‌ها هم میدن به داوطلبای دیگه، حتی بیشتر پول میدن. یعنی اینا میتونن باز هم بین اینها انتخاب کردن که به طرف یه جوری مشروعیت داشتن اوکراین در دفاع باعث شده که آره وقتی این پول رو هم میگیره فقط به حساب این نذاره که من به خاطر یه احتیاج مالی اومدم این کاری کردم. آره ولی دیگه. واقعا خیلی غریبه، یه سری میان پولش رو میگیرن که برن کشته بشن و احتمال زیاد هم داره کشته بشن، چون خط مقدمی که اینها دارن خیلی جای خطرناکی است. بمبای فاوی که این روس‌ها دارن میزنن 500 کیلو به سنگرها دارن میزنن و پهپادهایی که نفر به نفر رو دنبال میکنن برای کشتن، احتمال مرگ رو بسیار بالا میبره. تو که خط مقدم نرفتی؟ من خط مقدم نبودم، ولی نزدیک یه نقاطی نزدیک مرز روسیه و اوکراین بودم، 20 کیلومتر فاصله داشت، ولی خب آموزش‌های پهپادی و اینا رو دیدم. چی کار میکردی اونجا؟ خب میگم من اولش که تو لژیون بین‌المللی، البته باید بگم یه سری جزئیات رو به خاطر اینکه نه اونا رو اطلاعات نمیخواد نظامی اونا بوده، رو نمیخواد. آره نمیشه گفت.
مثلا مکان دقیق و تعداد و نمیدونم اینها رو، حالا چیزایی که کلی هست. ولی خب بعد از اون رفتم آموزش پهپادی، یعنی آموزش خلبانی پهپاد هم یا خلبانی ساختش؟ هم ساختش و هم هدایت پهپاد. پهپادهای FTV با پهپادهای شاهد و اینا فرق دارن. اون پهپادهای انتحاری از دور فرستاده میشن، خیلی سنگین ترن. 2000 کیلومتر برد آره، داره. و مثلا نیازی به چیز خلبان ندارن. ولی FPV ها همین چیزهای کوچیکی هستن، پهپادهای کوچیکی هستن که خودتون بهش میگم مهمات میسازین. پرنده، اون بالا آره چرخ میزنه دیگه. هر وقت که و خواستم دیگه زمین. یکی باید کنترلش کنه. آره. و خب اینا هم خیلی نقش عمده‌ای داشتن. الان خود اوکراین هم تو این حوزه خیلی قوی شده. حتی دانش آموزای دبیرستانی اومدن طرح میدن، نمیدونم. یعنی بچه هم نشستن دارن پهپاد آره، میسازن. یعنی اصلا یک صنعت خیلی رو به رشدیه اونجا. حتی چند روز پیش توافقی که امنیتی نظامی که آمریکا و اوکراین کردن، یه بخشش این بود که اصلا اوکراین به آمریکا همین دانش چیز پهپادی FPV رو بده. یعنی انقدر اونها پیشرفت کردن تو این حوزه و خیلی هم موثر. دیدی که عملیات تار عنکبوت رفتن یه آره آره، اون پهپادایی خیلی کار که بزرگی بود. 300 400 دلار قطعاتش هست، میشه نصبش کرد، با یه بم میره یک هواپیمای چند میلیون دلاری رو، میلیارد دلاری اینو رو برای نصب کنه. تماشاگرا میگم که داری به اون عملیات تار اشاره میکنی عنکبوت. که داخل خاک روسیه در نقاط دورش انجام بله. دادن و هواپیمای استراتژیک روسیه رو هدف قرار دادن. خیلی کار تکان دهنده‌ای بود. اتفاقا اسرائیلی‌ها هم به نوعی همین کار رو در داخل ایران انجام دادن و اون بلایی که بر سر رادارها آوردن و پدافندها. اینا رو حالا رها کنیم، از آسمون بیان زمین. ببینید الان یه اتفاق عجیبی افتاده و اینکه اوکراینی‌ها تقریبا از طرف غرب و شرق در منگنه قرار گرفتن که زمین بدن و صلح بگیرن. همینو بس. وضعیت توی مردم اوکراین چطوریه؟ میخوام ببینم که الان شعار میدن، میگن که نه حتما باید ما بجنگیم تا جنگ تا پیروزی، یا اینکه میگن که نه جنگ خوب نیست و ما متاسفانه باید زمینی رو بدیم تا صلح بخریم. الان جو عمومی در خود اوکراین چطوری است؟ اون چیزی که بیشتر من دیدم و نظرسنجی‌های مؤسسات معتبرم نشون میده، حالا من تجربه دست اول داشتم، اینه که خیلی خسته شدن مردم از جنگ. ولی اینکه بخوان سرزمینشون رو بعد این همه سالها هزینه دادن و جنگیدن تقدیم بکنن، نه. یعنی حتی تو اون مناطق روس زبان اوکراین که من بودم، گفتم مناطقی که نزدیک مرزم بودن، اونجا یکی از دلایلی که پوتین حمله کرد این بود که ما می‌خوایم روس زبان‌های اوکراین رو نجات بدیم، در صورتی که اون منطقه بیشترین تلفات و بیشترین خسارت رو دیده. همون روس زبان‌هایی که اونجا بودن میگفتن ما اوکراینی خب هستیم. الان و زمین واقعیت خیلی سخته. ببین اگر بخوان بجنگن خب زورشون نمیرسه. غرب هم که میبینی که آمریکا که بیشترین سلاح رو میداد عمرن دیگه سلاح بده. اروپایی ها هم به نظر نمیرسه که علاقه داشته باشن به پشتیبانی بیشتر. با این اوصاف اینها میمونن و روس‌هایی که چین پشتشه، حتی دیگه الان آمریکا هم یه جورهایی پشت روسیه و پوتین هست و سربازای کره شمالی هم که اونجا دارن میجنگن. با این وضعیت اگه بخوام بیشتر ادامه بدن که پیشروی‌های روسیه بیشتر میشه که. حالا واقعا شرایط غیر قابل پیش بینی و سخته. یعنی هم بخوان صلح بکنن براشون سخته، هم بخوان بجنگن سخته. این خودشون هم میدونن. ولی خب یه شرایطی شده یه که دنیای مثلا عجیبی شده ها. یعنی شما حق باهاته، واقعا طرف حمله کرده. حالا اون حرفایی که میزنن که شما نباید اصلا عضو ناتو میشد، اینها به هر حال کشور مستقل بوده میتونست این تصمیمات رو هم بگیره، حالا به درستی یا به غلطی. ولی دنیایی شده که اون جناحی که پول داره، قدرت داره، ارتباطات داره، مثل همین دنیا که ما الان درش زندگی میکنیم تو وضعیت فردیمون، اونا پیروزن. اون باطله مثل اینکه الان خیلی قوی تر هست تا اون کسی که حق واقعا و مشروعیت با اون هست. برای من بگو، تو الان دو تا بچه داری و خانومت هم که اوکراینی هست و دوست دارم برگردن به وطنشون. خب طبیعیه، خب وطنشونه، عاشقشن، دوست دارن برگردن یه روزی. ولی خب خیلی هم ناراحتن دیگه، مرتب دوست آشناهاشون، فامیلاشون
جبهه میرن، بعضیاشون کشته شدن. خیلی شرایط لحاظ روانی. یک گزارش چند وقت پیش بود که چقدر اوکراینیا مشکل خواب پیدا کردن، یعنی استرس، و این چقدر رو زندگیشون، رو سلامت روانیشون تاثیر میذاره. هم جدا از این حملات شبانه پهپادی و این استرس ها، یعنی زندگیشون رو مختل کرده. تبعات جنگ فقط کشته ها نیستن. یعنی الان آوارگانی هم اینجا باشون در ارتباط هستی؟ آوارگان اوکراینی به هر حال به سبب اینکه شما خانواده‌تون بله اوکراینیه. بله، هم دوستایی داریم، هم خانوادهمون بعضیاشون اومدن اینجا تو این و کشورها که اومدن چیکار میکنن؟ حالا یه حمایتایی کردن ولی اون حمایتات ایستاد، ادامه بده نکرد. یعنی اینکه به هر حال تو آلمان هم گفتن آقا بلند شید بری سر کار زندگیتون یا برگردین اوکراین، یا در همین انگلستان هم همینطور. من خیلیاشون دیدم که بندگان خدا ممکنه معلمی، پزشکی، کسی بودن در مملکت خودشون ولی خب اینجا اومدن به کارهای خیلی ساده دارن میپردازن. آوارگان اوکراینی وضعیتشون چطور هست؟ اصلا پشتیبانی شدن در این جنگی که پیش اومد؟ چرا؟ به نظرم حمایت اروپایی خوب بود، حداقل تو سالهای اول. حالا یه مقدار بعضی از برنامه‌های حمایتیشون کاهش پیدا کرد ولی کاملا هم متوقف نشده. ولی هر کشور اروپایی هم یه برنامه ثابت نداشته، یعنی بعضی کشورها بیشتر حمایت میکردن ولی خب اینا هم باید بالاخره وقتی که جنگ طولانی میشه بخوان اینقدر کمک بکنن برای خود افکار عمومی اون کشورم در واقع سوال ایجاد میشه که چرا ما باید انقدر هزینه بکنیم. ولی خب اروپایی‌ها نسبت به آمریکا فکر میکنم که بیشتر این خطر رو احساس میکنن که اگر اوکراین اینجا شکست میخوره، هم رهبرانشون هم مردمشون، که روسیه میتونه خطر بزرگی برای امنیت کل قارهشون باشه. برای همین احساس میکنم که پشتیبانی از اوکراین حداقل از لحاظ مادی کمتر شده باشه، ولی از لحاظ معنوی و پشتیبانی سیاسی فکر نکنم کم شده باشه. بسیار خوب. برای آخرش چه عبرتی ما میتونیم بگیریم؟ ما یک کشوری که هیچ کاری به اون نداشت رو تبدیل کردیم به یک دشمنی که سالیان سال میتونه کینه از ایرانی داشته باشه، چون اونا زیاد تفکیک بین جمهوری اسلامی و ایران رو در بیرون از ایران در نظر نمیگیرن. چه عبرتی میشه گرفت؟ شما که رفتی یه جنگ هم اومدی. عبرت این هستش که اولا که خب حالا من یه بخشی اشاره کردم داوطلبایی که به خاطر پول می اومدن، ولی یه بخش دیگه هم بودن که آرمانخواه بودن، مبارزه جهانی میدیدن. یک عبرت این هستش که هر مبارزه ای الان توی سطح ملی داره در واقع انجام میشه، تبعات بیشتر داره، افکار عمومی بقیه هم تحت تاثیر قرار میده و الان مطمئنا همون جوری که خیلی از کشورهای دیگه اومدن از اوکراین حمایت کنن، مردم ایران هم قطعا هوادارانی در میان مردم آزادیخواه جهان دارن. یعنی یک اتحاد جهانی برای مقابله با استبداد، اشغالگری وجود داره. این جای امیدواری داره. یعنی من میدیدم کسایی از کشورهای آمریکا، استرالیا، نمیدونم حتی از حالا کشورهای دیگه، کشورهای آفریقایی، اینا بودن اونجا و خیلی جالب بود. این یعنی به یک غلبه بر ناامیدی و این حس تنها بودن که نه، هنوز هم مبارزه ادامه داره. ولی از اون طرف هم میبینیم که دیکتاتورها و اشغالگرا چقدر با هم نزدیکن، چقدر میتونن همدیگر رو ساپورت بکنن. متاسفانه بعضی از رهبرای کشورهای آزاد هم به جای اینکه متوجه خطر اینا باشن، اونا رو نمونه حمایت میکنن از این حالا تو که عبرتتو گفتی، ولی منم یه عبرتی میگیرم، این که واقعا باید هر سیاستمداری در دنیا سعی کنه که آقا جنگو شروع نکنه و سعی کنه که یه کاری بکنه بهش حمله نشه، چون وقتی شروع بشه به این راحتی پایان پیدا نمیکنه و وقتی هم که شروع بشه باید هر چه سریعتر اون رو تموم بکنه، وگرنه هر روز خسارت بیشتری هست و به هیچ جایی هم نمیرسه. متاسفانه دنیا اونطوری نیستش که ما فکر میکردیم. اینطور نیستش که حتما اگه حق باهات هست پیروز خواهی شد. خیلی موقع اینطوری نیست و بیشتر تاریخ همیشه که نبوده. مرسی. مرسی، ممنونم.